صبر کن. یک سوال خیلی ساده اما خطرناک. وقتی سه عالم دینی سه حرف متفاوت میزنند، تو حرف کدام را قبول میکنی؟ از تاجیکستان حاجی میرزا، از افغانستان مولانا احمد فیروز و از ایران مولانا عبدالحمید. سه نفر، سه کشور، سه نوع صحبت، اما حقیقت یکی است یا چند تا؟ آیا تا حالا به این فکر کرده ای چرا یک عالم دین یک چیز میگوید و عالم دیگر متفاوت؟ کدام درست است؟ کدام را باید باور کنیم یا اصلا ما چطور باید تشخیص بدهیم؟ آیا فقط چون یک نفر مشهورتر است حرفش درستتر است، یا چون طرفداران بیشتری دارد، یا چون لحنش آرامتر و قانع کننده تر است، یا شاید چیزی مهمتر از همه اینها وجود دارد؟ یا ما خودمان تحقیق میکنیم یا فقط هرچی شنیدیم قبول میکنیم؟ اگر امروز از تو بپرسند دلیل انتخابت چیست، چی جوابی داری؟ واقعا از روی آگاهی انتخاب میکنی یا فقط از روی عادت و احساس؟ هیچ کس نمیگوید کدام درست است، اما این سوال را از خودت بپرس. اگر قرار باشد یک راه را انتخاب کنی، بر چه اساس انتخاب میکنی؟ و حالا یک سوال صادقانه: تو کدام را بیشتر دوست داری و طرفدار سخنان کدام یکی هستی؟